آیا میدونستی یک مرد فرانسوی 44 ساله با تنها 10% از مغزش زندگی میکرد؟ این داستان شگفت‌انگیز در سال 2007 گزارش شد. وقتی پزشکان اسکن مغز او را دیدند، شوکه شدند. تقریباً تمام فضای جمجمه‌اش پر از مایع بود و فقط یک لایه نازک از بافت مغز در اطراف باقی مانده بود. اما بخش عجیب ماجرا اینه که او زندگی عادی داشت. کار میکرد، رانندگی میکرد و حتی پدر 2 فرزند بود. هیچ کس هرگز فکر نمیکرد مشکلی وجود داشته باشد. پزشکان این پدیده را به توانایی شگفت‌انگیز مغز برای سازگاری نسبت میدهند. مغز حتی با چنین آسیب شدیدی راهی برای ادامه کار پیدا کرده بود. این سوال را به وجود می‌آورد: آیا ما واقعاً تنها 10% از مغزمان را استفاده می‌کنیم؟ یا مغزمان قدرت‌هایی پنهان دارد که هنوز نمی‌دانیم؟ اگر به این سبک ویدیوها علاقه‌مند هستید، لطفاً با لایک و نظر خود از ما حمایت کنید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر کانال را دنبال نمایید.